من اگر رک بگم سیستم خیلی فشلی آموزش پرورش، یعنی اگر صادقانه و رک بگم، خب به خاطر این که اون سیستم اگر درست کار میکرد وضعیت این نبود. به نظرم جای در واقع خیلی از موضوعات در اونجا مخفوله. بعد بعضی از ساعت جدی در آموزش پرورش به شوخی برگزار میشه. یکی از اونجا کلاس ورزشه. شما اگر برین کل مدارس نگاه کنین 2 تا راکت بدمینتون میدن دست بچه‌ها با یه توپ داغون بدمینتون و یا یه توپ کوچیک که اینا با هم گل کوچیک بازی کنن یا یه 2 تا راکت پینگ پونگ بازی کنن. کل ورزش مدرسه ها شده این، در صورتی که این زنگ میتونست راهی برای استعدادیابی دانش آموزا باشه و معرفی اونها به یک مراکزی که اینها بشن بدنی تیمای ملی مثلا. ولی در زنگ ورزش معلم پرورشی معلم ورزش هم هست و برعکس معلم ورزش معلم پرورشی هم هست.